ما رفتن غنی از قدرت یک فال نیک میگیریم. شاید شما بگین چطور وقتی افغانستان با واسطه طالبان اشغال شده؟ در رابطه با آقای صالح باید بگم که آقای صالح نماینده جمهوری نیست. اون حکومت افتاد و خود آقای صالح قبل از آقای غنی حرکت ترک کرد رفت. خلیلزاد مسلما خلیلزاد یکی از عوامل اساسی بحران در افغانستان از آغاز بود، از کنفرانسی بود. در رابطه با آقای کابلوف من باید بگم که آقای کابلوف بسیار از ما کرده با مردم افغانستان، حالا نقشش رو بزاد با همه قومای پشتون ما بسیار رفیق کرد. ما رفتن غنی از قدرت یک فال نیک میگیریم. شاید شما بگین چطور وقتی افغانستان با واسطه طالبان اشغال شده؟ شما از رفتن غنی خوشحال هستید. غنی یک فاشیست تمام عیاری بود که آمد هویت تاجیک‌ها را تغییر داد، با تاجیک‌ها را با 51 قوم تقسیم کرد و پول داد. ببینید شغنانی یک قوم است، پامیری دیگر قوم است، یفتلی دیگر قوم است، دروازه دیگر قوم است، مایمه‌ای دیگر قوم است. از ما تاجیک‌ها 51 قوم ساخته که مطابق آمار غنی ما در بیرون مصداق نداریم. در واقع یک اسم بدون مسما هستیم اگر اساس احصایه آقای غنی و تیم و رفقای غنی باشه. خیانت در حق ما تاجیک‌ها غنی کرد که هیچ کسی در تاریخ افغانستان انجام نداد. برای همین ما از یک جهت خیلی خوشحال هستیم که اون باند فاسد غنی سقوط کرد، رفت اون دستگاه فاشیستی ضد اقوام دیگر را به طور خاص دشمن تاجیک‌ها میدان را رها کرد و فرار کرد. این هم یک فرصت است، فعلا هم یک چالش است. فرصت برای این است که ما اگر بتوانیم روشنفکران افغانستان، افغان شامل برادران افغان ما، یعنی بین گیمه برادران پشتون، البته روشنفکراش، ما می توانیم یک افغانستان خراسان جدید بسازیم با اینکه با توجه به حذف اشتباهات گذشته. آنچه طی 20 سال شد و اون ساختارهایی که بر ما تحمیل کردن در زمینه نمادهای ملی، سرود بر بیرق، زبان یا قوم، الان اون فرصت فراهم است که ما اینا را عادلانه بسازیم. من از این بابت میخوام بگم که با دلیل اون سختگیشی که طالبان دارن با اینا خیلی آسان‌تر است مبارزه، ولی با تیپ‌های مثل غنی دشوار بود برای اینکه با طور خزنده داشتن یک جامعه را نابود می‌کردن. حرف از دموکراسی میزد اما بعد میآمد 110 مورد قانون اساسی افغانستان را نقض کرد مطابق فیصله یا در واقع ارزیابی کمیسیون عدلیه پارلمان، مجلس نمایندگان. 110 مورد. یک آدمی که 110 مورد قانون اساسی کشور خودشه که خودش موظف اولین وظیفش محافظت از قانون اساسی نقض میکنه، چطوری میتونه آدم مهم پرستی باشه؟ ببینید حرف روشن هابس میگه دولت ها با ملت هایشان یک قرارداد دارند. اولین وظیفه دولت به عنوان بزرگترین دستاورد بشری این هست که امنیت شهروندش حفظ کنه. آقای هابس میگه که دولت برای من مهم است که جان من حبس حفظ میکنه. دولتی که نتونه جان من را به لحاظ اقتصادی به لحاظ امنیتی حفظ بکنه، همون روز اول قرارداد میان من و این دولت از بین میره. این دولت دیگه مشروع نیست. دولت غنی مشروعیت نداشت. تنها در فاصله 2 سال پس این حاکمیتش 45,000 سرباز، افسر و ژنرال کشته شد. 45,000 تنها در قوای مسلح و 10,000 غیر نظامی، 500,000 آدم کشته شده در افغانستان. 500,000 در همین 4-5 سال پس. 500,000. در رابطه با آقای صالح باید بگم که آقای صالح نماینده جمهوری نیست. اون حکومت افتاد و خود آقای صالح قبل از آقای غنی حرکت ترک کرد رفت و در توزیع این تذکره غیر عادلانه در افغانیزه کردن، پشتونیزه کردن افغانستان، آقای صالح از غنی نقشش بیشتر بود.
برای این حزب ما آقای سالر هیچگاه نخواهد بخشید. به عنوان کسی که به تاجیک‌ها و اقوام افغانستان خیانت کرد و تاکید کرد، حتی رئیس ایستگاه مرکزی را فشار داد که چرا توی تذکره قومی افغانی را دیر توزیع کردی، کم توزیع کردی، سرعت نبخشید. شما نمیتوانید با آدمای خیانت کردن در یک سنگر گام بردارید. با آدمای خواهی نمیشود کشید. آدمایی که اعلام کردن که دیگه ما تمام هستیم تاجیک‌ها و پایان رسیدیم، فقط افغان تو است. و با اینا چطوری میتونید در یک سنگر قرار بگیرید؟ او چنین نبود که رفته در پنشیر تا مقاومت بکنه. اون نتانست که فرار بکنه. اگر میتانست با غنی یک جای میره. غنی نبردونه با خودش. شما خیال کردید خود مرده را قربانی حساب نکنه. واقعا یک آدم قدرت داشت میگفت که شما حق ندارید به زبان فارسی گپ بزنید. این زبان بیگانه است، باید همه پشتون باشن، پشتونیزه شود، افغان، تاجیک چی، جمعیتی چی؟ شما با این آدم میخواین در یک صف قرار بگیرید؟ اون نرفته اونجا او راه گریز داشت. او هیچ جایی نمیتونست بره. هر جایی که تاجیک باشه و او بره در یک جهنم است. تاجیکا با او قهره. او رفت اونجا، حالا در جای مقاومت مونده. او خود مرده است، او رو قربانی حساب نکنه. خواهش میکنم او نبرد. غنی هم من گفتم برش یک بار که نکنه اعتماد. ما یک صحبت داشتیم با هم، تو نبوده، ما با هم رفیق بودیم یک دوره در اینجا در اونجا. گفتم همون سرنوشتی که غنی بر دوستم آمد بیس معاون اولیش، همون سرنوشتی که با آقای احمد ضیا آمد، همون سرنوشتی که با اسماعیل خان باش مواجه کرد، همون کار رو با تو میکنه. ریحات میکنه وسط میدان، به آبرو میشی، به عزت میشی، یک لگد هم میزنه، پرتات میکنه، تمامت میکنه و شد. رفیقاش آورد ریهایش کرد، یک تاکسی رفت پنشیر. جایی رفته نمیتونه، بال که نمیتونه بکشه. خلیلزاد مسلماً خلیلزاد یکی از عوامل اساسی بحران در افغانستان از آغاز بود، از کنفرانس بن. این آدم در کنفرانس بن با کمک یک در آیین داخلی خود ما که حالا من نمیخوام اسم بگیرم، آمد کرزه تحمیل کرد. جنبش در واقع اون خواستای قومی خود تحمیل کرد، از سرود تا بیرق تا پرچم تا قدرت. استاد ربانی را از وظیفه برکنار کرد. استاد میتونه در انتخابات شرکت بکنه، به بازش اشکال نداره یا ببره، مسئله نبود. خلیلزاد خیانت کرد با مردم ما و مسلماً بخشی از این شرایط محصول یا از این اوضاع محصول کار خلیلزاد است. در رابطه با آقای کابلوف من باید بگم که آقای کابلوف بسیار از ما کده با مردم افغانستان، حالا نقشش رو بسیار با همه قومای پشتون ما بسیار رفیق است. او چندان با ما میانش یا شاید خوشش نمیم، شاید هم زیاد در افغانستان بوده. بعضی ها رابطه قدیمی دارن یا رابطه نزدیک دارن. به حال آقای کابلوف بیشتر مدافع قوم پشتون بوده در افغانستان و حال هم چنین چیزی است. بگذارید من روشن بگم برای برحال این واقعیت است و باید ما بدانیم آقای کابلوف چه کسی است. با آقای حکمتیار مبارزه بسیار دیرینه داشتیم دیگه. آقای حکمتیار از مخالفان همیشگی ما بود و بخشی از مشکلاتی که حکومت استاد ربانی و شهید احمد شاه مسعود داشتن با آقای حکمتیار داشتن دیگه. خب آقای حکمتیار موضع‌گیریش روشن است. از او شما جز این بدنیتی و کج‌اندیشی و کج‌گفتاری چه انتظار دیگری میتواند داشته باشید؟ بله او باید چنین چیزی بگوید. در رابطه با آقای دکتر عبدالله نه، ایشان هیچ نقشی در جلوگیری از خونریزی در کابل ندارند. آقای دکتر عبدالله و آقای غنی اگر دنبال منافعشان نبودن میتوانستند حداقل یک سال پیش مذاکراتشون رو به یک جای برسونن. اینا مایل نبودن، چون هر چی مذاکرات برای صلح گفتگو ادامه پیدا میکرد پولهای بیشتری به جیب اینا میآمد. تنها در شورای عالی مصالحه چیزی حدود 1000 نفر کار میکرد. شما ژورنالیست هستید، فهمیده هستید برای گفتگوهای صلح وزارت صلح لازم است. در کجای دنیا وزارت صلح شما دارید؟ برای گفتگوهای صلح حداقل 10 نفر 15 نفر. اگر دولت این وزیر خارجه کار پیش میبره، اگر یک ساختار اپوزیسیون است، این 5 6 نفر، 1000 نفر، یک وزارت صلح 1000 کارمند ماهی 500,000 600,000 تا 10,000 تا 15,000 دلار حقوق گرفتن از این ملت غریب. خب یک آدم که پیسه بگیره صلح چی کار داره؟ یک روز در دبی، یک روز در قطر.
هواپیمای شخصی روز 14000 15000 دلار پول جیب و خرج. ممکن بود که این مذاکرات 6 ماه پیش 7 ماه پیش به اون نتیجه میرسید اگر غنی موافقت میکرد، اگر این پولها چشمشان نگرفته بود ما با این وضعیتی که حالا است مواجه نمی‌بودیم. یعنی واقعا انتقال قدرت به اون معنی به طور مسالمت آمیز صورت میگیره. برای همین دکتر عبدالله مثل غنی مقصر است. اینا مقصرن، اینا یک تیم، آقای عبدالله، آقای غنی، آقای معاونین آقای غنی، رفقاش، فضلی هر چیزی که هست، اینا همه سعی من در این فساد و ارتشاء و پول ستانی مردم. بعد این آدم این در کابل مان این الان تقریبا در حصر خانگی به سر میبره. بادگارداش گرفتن، محافظایش گرفتن، همه از اینا آمدن الان 50-60 نفر در خانه دکتر عبدالله با شمول آقای کرزی. ببینید ما در کابل، اینم پرانتز بگم شاید یک کمی جوی سنگین سیاسی کم بکنه، در کابل خانه‌ای به نام خانه‌های امن، بعضی خانواده‌هایی که بخصوص خانم‌ها زن‌ها که مورد فشار واقع میشن به اینجا منتقل میشن. حالا اینجا نام شده خانه امن، یعنی 50-60 نفر از این آدم‌ها آمدن همه جا زندگی می‌کنن، با زن و بچه‌هاش. اینا چی نقشی داره؟ وقتی خودی از اینا آزاد نیستن چطوری میتونن آزادی بخش باشن؟ نه، در حصرن و در چنگال طالبان به سر میبرن که به نظر من ولی نتیجه کار خودشان از به قول مولانا فعل توس این غصه هایدن بدن. آقای دوستم عطار، حالا من میخواستم بگذارم برای همین نخواستم. خب متاسفانه مردم ما را تنها گذاشتن، حداقل چیز است. انتظار از اونا خیلی بیشتر از این بود، چون فکر میشد که باید باشن ولی حالا اون انتظار برآورده نشد. ولی خب یک جوانی که فکر نمیشد واقع بمانه، حالا اون تبدیل شده به محلی از این انتظاره. نه ما کمی آزرده هستیم از این حال. با همه رهبران و خصوص غیر پشتون در افغانستان تا این 20 سال گفتگو داشت و بارها هشدار دادم که اگر شما ساخت غیر متمرکز نکنید این جامعه به زیان شما سقوط خواهد کرد. اگر افغانستان غیر متمرکز بود، فدرالی بود، اگر غنی رفته بود، هیچ اتفاقی نمی‌افتاد. صدراعظم‌های ایالتی، وزیرای ایالت، پارلمان‌های محلی، نیروهای امنیتی محلی اداره می‌کرد. خطر افغانستان در یک جامعه چند قومی که تازه بحران‌های ملیش حل نکرده است و مسئله ملی یک مسئله مهم است، به حل دموکراتیکش نرسیده و ستمگری قومی وجود دارد، تمرکز قدرت در دست یک آدم از هر قومی باشه همیشه خطرناک است. یا این آدم سرکوب بده یا اگر رفت همه چیز فرو بپاشه. اگر افغانستان فدرالی بود با رفتن غنی هیچ اتفاقی نمی‌افتاد. ایالات کار خودشون نمی‌کردن، یک آدم رفته بود پارلمان ترپول می‌آورد زندانش کرد. اما متاسفانه سران اقوام انقدر گرفتار فساد و پولاندوزی و دزدی بودند که یادشان رفته بود که یک مبارزه سنگین در افغانستان ادامه دارد و جریان بران طالبان هست که داره برای قدرت میرسه. اون فساد مالی ببینید، ما این در متون دینی هم داریم که وقتی شما میگه یک جای رو بخواید سقوط بدین آدماش فاسد میشه. اینا فاسد شده بودن، این رهبران قومی که تا این سالها ای بیت المال خوردن، پول مردم بردن، اون عسکرا رو معاش ندادن، حقوقشون خب اینا فاسد شده بودن و اینا نمی‌شدیدن، خیال می‌کردن وضعیت همین گونه ادامه پیدا می‌کنه و در تمام جرایم دولت مرکزی سهیم بود. متاسفانه نشنیدن. ما بارها گفتیم، من هزار بار گفتم در تلویزیون‌ها، در رسانه‌ها، اخبار، مطبوعات ثبت است. من آخرین سخنم چند روز پیش گفتم که اگر دولت تشکیل ندین در شمال، شما با بردگان حکومت جدید تبدیل خواهید شد. دولت جدید تبدیل، دولتی که هنوز نیست، همون ترتیب جلوی وارثمان گفتن. همون دیروز هم نشونیدن، همون دیروز هم که طالبان رسیده بودن به گلوگاهشون، اینا باز در فکر رزی بودن با نام خیرشای مردمی چند روپیه از سرباز دزدی بکنن. متاسفانه خب نتیجه چی بود؟ حالا آوارن و آبروی براشون باقی نمونده و دلیل فساد گرفتار.